تو ماشاءالله چشمام غیر از تو کسی رو آفرین نمیبینه به به تو دنیا جز من شما مجرد اصلا بیا اول لو داد مجرد بیا ما رو بگیم مجرد نگاه میکنه عاشقو در ببرم توی قرص قمرم زده امشب بسرم که دل تو ببرم توی تناز دلم محرم راز دلم بس که دل بردی ازم دل برام ناز دلم ماشاءالله خیلی عالی تحریر کراهت ایران حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها آینده نزدیک ایران آمریکا علیه السلام ماشاءالله نمیگیریم بس خدا از پشت سرمون
یاد ما میزنی سگه ما تو همه فکر میکنی کشتیات غرق شدن. آقا دنیا همه زندگیم همینه. یه روز میگن الدهر یومان یوم لک و یوم علک. زندگی دو روزه، روزگار دو جور با شما برخورد میکنه. یه روز به نفع شما، روزی که به نفع شما مغرور نشین، روزی که بر ضرر شما صبر کنین، از خدا صبر بخواین، تلاش کنین. نمیدونم تو کجای زندگی اون دو روز زندگیتی، کجای زندگیته؟ امروز روز خوش زندگیته یا امروز روز ناخوشی زندگیته؟ اگه خوشه که باید دست بزنی و لبخند بزنی. تو به افتخار خودتون نورافشانی امشب در جشنواره هشت و موسیقی که همزمان میشه و لحظه های شما رو قشنگتر میکنه. ماشاءالله اونه که موبایل دستشونه تصمیم بگیرن ها. الهی دلتون این شب نورانی باشی. ماشاءالله فاطمه معصومه سلام الله علیها. آینده نزدیک میرن امام رضا علیه السلام. ماشاءالله ایران زمین آسمون جور تو میکرده، دنیا رو تو کرده، توی اوج تمام افتخاراتم، اگه خوشی داشتی بارو با دریاتم. من خودم ساما سنگا جون من همین که با سنگا ساما سنگا جون من همین که با سنگا. چند و زیبا از دست ندینی شبای زیبا رو. هر چی شب گذشته که گذشته، شبای آینده هم که هنوز نیومده. یه امشب مال شماست ها. خیلی خوب بچرخی سمت من ماشاءالله. خیلی عالی، خیلی درجه. الهی که دلتون اینجوری نورانی باشه، نور افشانی باشه تو دلتون، تو قلبتون همیشه سربلند باشین، همیشه لبخند لبتون باشه، تنتون سالم باشه. انشالله تو جمع ما کسی نباشه که غمی داشته باشه. انشالله تو جمع ما کسی نباشه که جایزه‌اش ناقص باشه. دخترایی که میخوان عروس بشن انشالله. به بعضی‌ها میگه میخوای عروس بشی اصلا دیگه لبخند شروع میشه. یه عادت قشنگه، خیلی زیباه. به پسره میگی میخوای داماد بشی، میگه زن میخوام. اگه هست که ما مشکل نداره، مثل اصلا میوه تعارف میکنی میگه بفرمایید، میگه خب باشید حالا یکی من دارم، یکی من برمیگه، بیشتر من نداره. آقای خوشگیرن سمت گلابی رو میارن یا بلو رو میارن جلو شما فرد دو سه تا نه یه آقای دونه سه. ماشاءالله تو دست بزنی من بهش داری زنی. شما دختر خوبم. بله شما نه هم آمان لباس بله شما قشنگ دست بزنی به این جایزه میدم. دارم نگاه میکنم. ماشاءالله شما بلند شدید. بله بله شما همین خانم نه همین خانم بیایی شما. یاد عروسی‌ها افتادم. تو اینا دستم میریزه بعد همینجوری کرامت بدم و ببخشید واقعا این شما چند تا شدم چی بگیری شما که کم هم قانع نیستی. خب یه دونه مال شما که کم بهت دادم سه تا. بفرمایید. خب آقای جواب عزیز دارن تشریف بیارن. دوستان عزیزمون از هنرنمایی قول زورخانگی رستم دستان هم محرمن چی آقای جواب که اینقدر اسمشو بیارن ایشون هستن، از کاهن کسوتان و از مرشدان درجه که کشورمون هستن. تو علیه شما عصبه افتخارش دست بزنید، شما تا کارشون شروع کنید.
بگرده به دور تو ماشاءالله چشمم غیر از تو کسی رو آفرین نمی‌بینه به به تو دنیا جز من کسی نمیاد با تو قشنگ دست بزنی آفرین بیشتر از این حیوانات میشه ماشاءالله دسته دارم انتخاب میکنم ببینم آفرین خوشحالم از این خدا بده من خوشحالم غیر از من و قلبم دیگه غیر همه شما دست بزنید همونم که برات میمیرم آقا شما تشکیل دستم که میگیرم رو به راه حالم قشنگ است میمیرم آره برات میمیرم زیر و رو کردم همه دنیا تا پیدا شد توی قلبم جا شد دنیای من داد عریشی افتاد بشی آقا مال داماد عریشی هم شه دیگه خودتون سعی نکنید علکی آفرین یه خانم هم انتخاب کنم بله شما تشریف بیارید چرا از اون برمیه راه دور از همینجا دیگه دیشب هم تو مسابقه بودی نمره نیاوردی نه؟ آره بیا اشکال نداره ببینم ماشاءالله من عاشقتم تو تهش همینه به خیلی خوش آمدید خدمت شما سه تا آرزوم بود به دلت بشینمه شما رو نگفتم من توی حرفات اصلا شما رو نگفتم باشه گریه نکن چرا با تو رو بگیر خیلی زیبا ماشاءالله دم همتون گرم بهترین مردم دنیایی باحالترین بیسترین آدمایی الهی که همیشه لبخند رو لبتون باشه تنتون سالم مثل خانوما کیف توشون نمیدن چی داره توشون کیف خانوما رو دیدی به جمع کنم اگه بچه داره پوشک داره دزدم میزنه بعد میگه غک یک ذره پول بذارد دقل توش کیفشم بفرمایید خیلی خوش آمدید این آقا شما میای آقا کلا سرشه میای دوست نداری باش بریم سراغ یه نفر دیگه دست اینجوری کردی نمیای همین آقا جلوت که یه کمی مثل من شکم داره آره شما تشریف بیارید خواهش بیا یه زنگ بزنم صدقه بیا دیگه کارت ندارم بیا خواهش میکنم بفرمایید آقا شما اینجا باید بستی قربونت بشم شما بیا اینجا بس کی جمع میکنه؟ نه مشتری نمیخوام خب شما بیا آقا جان تشریف بیارید و یه نفر دیگه هم تو همین رنج سنی اینا آخه دختر خوبه تو وسط اینا میخوای چه کاره مثلا من انجام بده دست اینجوری میکنی یه نه آره پیرن سفید شما بیا بیا دیگه دیدی خب بیا دیگه الان شما دست بلند کردی دوست دارم شما بیای آقا پیرن سفید فقط پیرن زرد بگو بیاد اشکال نداره بیا پیرن زرد بیا این آقای پیرن سفید از اون آدمایی که لب استر خیلی میره وای مثل لباساش هم در آورده هی میگه چه سردی بندازم نمیدونش بندازم ولی نه دفعه دیگه بسم الله چشماشو دیگه ولی باز آقا تصمیم بگیر دیگه جایزه چیه؟ جایزه یک عدد پرایدی بفرمایید بله بفرمایید خب خودتون رو معرفی کنید به نام خدا احسان هستم 23 سال مشهد احسان هستن 23 سال مشهد نه ما فکر کنیم مثلا هراتی پس خب مشهد دیگه خب شما مجرد اصلا بیا عمل لو داد مجرد یه مورو بگیم مجرد نگاه میکنه
چش خریدار چجوریه؟ خب خودتون رو معرفی کنید. قربونت کوچیک مهدی توسلی هستیم 25 از مشهد. آقا مهدی توسلی 25 از مشهد مجرد. شماره‌شو زیرنویس می‌کنیم خانم با شلوغ نکنن. خب شما برعکس دوستم هم متعهل حلقم. برعکس دوستش متأهل حلقم دستشه. جناب آقای حیدر شمس هستم از مشهد. حیدر شمس از مشهد. چند وقت ازدواج کردین؟ 2 سال تو فرزندم دارین؟ نه تو عقدی هنوز. تو عقدی فرزند ندارن. خب با من ازدواج گرفتی؟ نه متاسفانه. کی میخوای عروسی بگیریم؟ هر وقت شناسنامه خانم بیاد انشالله. هر وقت چی بیاد؟ شناسنامه خانم. آها شناسنامه شون بیا. آها مشکل احراز حقوقی. خیلی خوب ان شاءالله میاد عروسی هم میگیرید. کدوم تالار ان شاءالله قرار بریم؟ کارت عروسی چی می‌نویسی میخوایم مهمون دعوت کنیم؟ مثلا رو کارت عروسی ها چی می‌نویسن؟ یکیشون شما اصلا کل برنامه ما رو به هم میزنی. همین کنار همی آقا بگیر دستش ایشون سندروم راه رفتن بیقرار داره هی میاد جلو. خب شما چه می‌نویسی؟ هر کی میاد شباشش هم بیاره دیگه. هر کی میاد شباشش هم بیاره. خب شباش میارن دیگه. شما غذا چی می‌خوای بدی؟ چه بدیش؟ اگه می‌خوای مثلا شباش 10 میلیونی جمع کنی مرغ بدی خب مثلا. خیلی خوب. شما میری همون چی می‌خونی؟ نه دیگه آقا مردا وقتی میرن همون از 100% 20% برای نظافت میرن واقعا 80% برای فحش میرن. همینجوری که داره لیف میزنه پدرش لعنت چه تو خانم هر کی عقده داره خانم‌ها پشت در واسن گوش کنن تمام فحشاشو اونجا میدن. بعد میاد بریم میگه نه اصلا من نمیدونم از کجا صدا میاد. خب صدا چجوریه جدی؟ تو همون چی میخونی؟ وقتی تنها میشی اصلا چی میخونی؟ خسته میشی یه جایی میخوای غمگین بخونی شاد میخونی چی میخونی؟ بیشتر پاپ میکنم. بیشتر پاپ میخونم. ایوه شد. آره خب مثلا میشه اینجا بخونی از اونایی که قابل خوندنه مثلا ببینم صدا چجوریه؟ اصلا حالا دوستا اجرا کنن. نه دیگه الان به شما رسیدیم بعد به دوستا میرسیم. شما بگو. از کی بخوانیم؟ از کی بخوانن؟ قانونی باشه. بله کاملا قانونی. کار ما قانونیه. رادیو آوا هر چی پخش کنه همون درست. رادیو جوان بگو. بخوایم مثلا بگو شیر شکر نگاره دلبرگان زاره حسی قراره ولا حسی قراره نارم نازکایتو کرده کباب دل بیقراره ولا دل بیقراره. دیگه از اینجا شکم شاد میشه نمیخونم. خب بخون دیگه. خب دیگه که شما آقا یه افغانی قشنگ بخون بلدی؟ چقدر موسیقی قشنگی دارن چقدر قشنگ. ویندوزش بالا بیاد ما بهشون میرسیم. شما آقا جان شما میری همون چی میخونی؟ من هیچی. نگاه مثلا من قاضی دادگاه با خودم و به اول فاز اگه چیزی بخورم هیچ اشکال نداره. یه چیزی تنها میشی یه چیزی با خود زمزمه میکنی. والله آهنگ بلد نیستم. واقعا بلد نیستی؟ هیچی نمیخونی؟ الان کتاب خوب من یار مهربانم همینو با آواز بخون. من به شما میگم من رو منبرم میگم کی بخونه کی نخونه. والله اگه یه آهنگ پلی کنی میتونم بخونم. آها یه آهنگ پلی کنی میتونی ولی اینجوری نه. خب برسیم به شما. شما دائم اینجوری چیه؟ دستشویی رفتی؟ جدی دستشویی مشکل نداری؟ مجموعه آبی خیلی خوب اشکال نداره. بریم. حالا شما آقا چی میخونی؟ الان صداتو ببینم. میکروفون دست منه. میکروفون دست من. چی میخونی؟ بخونی. چی؟ نه یک چیزی گفت از یه بانوی گفت من گفتم شرمنده. نه چی؟ نه بلدی چیز دیگه بخونی یا نه آقا ما رو اذیت. نه خیلی خوب. نگاه کنین از هر 1000 تا مرد یکیش مثل من هنرمنده. اینا بی هنرن همش. به افتخار بی هنرها دست بزنین ماشاءالله. یعنی الان زن میگیری تو هم اولش میگی من مجردم همون اولش میگی مجردم میخوای عاشق یکی بشی میگه یه ترانه عاشقونه یه قسمت عاشقانه عارفی را گفتن درمان عشق. میخوای یه چیزی بخونی همچون تحویلش بدی چی میخونی؟ تو میگه غیر مجازه. کی من گفتم اصلا بخون شما. حالا نه میکروفون دست خودم.
نمیخوام. خب آقا شما نمیخوام مجردی الان میخواید بلد هستم ولی استرس داره. خیلی خوب اشکال نداره. آقای خوشدینت شما آماده هستین؟ بله آقا یک آهنگ همکار بنده آقا مصطفی عزیزمون پلی میکنه، رفقای خوبمون با همون آهنگ خواننده همین برنامه هستن. بعدش هم امتیاز شما میدین، تشویق شما میکنین، برنده رو یه جایزه ویژه داریم که نمیخوام بگم جایزه رو اونجا اعلام میکنم. نفر اول آقای توسلی از مشهد هستن، عصر قدیم. عاشق و در بدرم توی قرص قمرم زده امشب به سرم که دل تو ببرم توی تناز دلم محرم راز دلم بس که دل بردی ازم دل بران ناز دلم عاشق و در بدرم توی قرص قمرم زده امشب به سرم که آفرین هنرمندی هستن آقای تماس. ماشاءالله ماشاءالله. چند سال موسیقی کار میکنه؟ یک دقیقه همینجا بوده. بازیگری بلدی؟ آفرین 8 سال بازیگر بودی. آفرین خیلی خوب. آقا شما این موسیقی همکار خوبم انتخاب میکنه، شما عزیز دلم میخونی، خواننده برنامه‌مون هستی، دعوتت کردیم ببینیم چیکار میکنی. مرسی. من کور شدم تا به تماشای تو بنشینم، به دنبال تو هم جستو میخواهم، من در نگاه تو شدم جستو میبینم، از غیر تو پایان منی، بیمار تم مجدوی درمان منی، تو رزق ما اصلا مگه بلد نبودم. توپ قلقلی رو بذار مصطفی جان. آهویی دارم خوشگله رو بلدی؟ یا آهنگ گذاشت کاش آهنگ بینامونی رو میذاری. آقا کاش بهنامبانی براش میذاشتی. با خدا رو بلد بود. الان با خواننده بهنامبانی رو بذاره میتونی؟ الان نه دیگه، الان تموم شد. فرصت داشت تموم شد. خیلی خوب. خیلی خوب میاد پیدات میکنه. با لباس مدرسه هم اومدی؟ کلاس چندمی؟ اول دبیرستان؟ مریضی بگو همچی سوالی میکنی. اول ابتدایی؟ انقلاب اسلامی ایران. به 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 به. خیلی خوب. الان اسمت ملیکا بود، فامیلت؟ نکیار. بله نیکیار، درست گفتم. ملیکا نیکیار. همینجا واسه مامان پیدا میشه الان. هر جا باشه با امشب دعوا تو خونه دایره. شوهرش میره دیگه میگه به چر ول میکنی همونجا به هوا خود کجا داری میری؟ من داره دیدی میخوان وقتی مثلا تیم خیلی جدی بیان. خب من تواضع کردم از دوست بسیار خوبم جناب آقای حسینی متین. ما توی برنامه امشبمون در دهه کرامت 2-3 تا آیتم دیگه داریم، ولی آیتم ها واقعا شگفتانه است. من توقع دارم، با خواهش میکنم کنار ما بمونید، ما از شما انرژی میگیریم. قراره در این قسمت از برنامه یه تقدیری داشته باشیم. درسته آقای حسینی متین؟ من بگم یه تقدیری داشته باشیم برای آقای احمدی. ابتدا برنامه یه دست قشنگ بزنیم ماشاءالله.
خیلی سپاسگزارم به افتخار استاد حجت غریب از اون مجریای توانمند و درجه‌ای که صدا سیمای مشهد. جانانه دستا بره بالا. خیلی متشکرم. خانم آقایون سلام. برنامه مسخره بازی دوست دارین یا مسخره بازی؟ هر دوتاش که مسخره بازی. برنامه بندری دوست دارین یا مذهبی؟ بندری چیه؟ ریانا شیخا اینجا هستن ما رو میکنن تو گونی. تکون بده او نداریم که دم در تو رو تکون بدن او بجی. خیلی متشکرم. اونایی که میگیم بریم بندر یه دست خوشگل بزن. اونایی که میگن ته گلشری اجرا کنیم در شبکه سیمایی و مذهبی دست خوشگل بزن. شما بریم بیرون ما میخوایم بریم بندر. جانان عاشقان. خیلی خوب، خیلی متشکرم، ممنون. خان آقایون در گوش خانومشون بگن دوست دارم. آقا یک پیرمردی هست همون کله خانم شگرم گفت دوست دارم. خانوم فکر بخواد میمونه کن دمت گرم حاج آقا. نگاه یک هدیه داری پیش ما، نگاه کن. دمت گرم. به افتخار حاج آقا یه دست خوشگل بزنی. حاج خانم تو خونه هم همینجور میخنده، چون مردا بیرون خونه میخندن، تو خونه زر ماره. خب بعضیا نگفتن در گوش خانمشون دوست دارم. من فقط یک سوال ویژه از خانوما دارم، فقط خانوما جواب بدن. خانوما دوست دارین صدای دوست داشتن آقاتون در گوشتون بشنوید یا صدای دینگ واریزیشو؟ خانم آقا شما رو فروختن به دینگ واریزی، خدا وکیل. من نگو دوست دارم، ولی خانوما میدونن که آقایی که میگه دوست دارم اول دینگ واریزیش میاد، بعد چی؟ دوست دارم. جانانه عاشقانه هر کی شوهرش رو دوست داره یه دست خوشگل بزنه. دست بالا. یکی جلو دو تا عقب. خب دهه سی اینجا داریم، یه دست بزنن دهه سی ها. دهه سی. تو دهه سی؟ تو 5 سالته دست بزنی؟ دهه سی الان دیگه دستش بلند نمیشه که دست بزنه، یعنی باید از دستش التماس کنه بلند شد تا رو خدا بزنه دست بزنه. دهه 40 ها دست بزنن. تو چلی الان تو خانه گرفتن خوابیدن. دهه 50 ها دست بزنن که هستن دیگه. بله سن که رسید به 50 فشار میه به همه، خدا وکیل. الان وضعیت اقتصادی اینقدر خرابه که به همه فشار اومده درجه. سن که رسید به 50 فشار میه به بایدن هم فشار میه، وقتی صحبت میکنه عطب. دهه 60 ها دست خوشگل بزنن. بله من خودم یه دهه 60 هستم، یک سری اسکل بازی ها و مسخره بازی هایی داشتیم. نمیدونم شما اگر داشتیم دوست دارم دست بزنیم. ما دهه 60 ها با وسیله ها بازی میکردیم، یعنی میرفتیم اولین وسیله‌ای که بازی میکردیم میرفتیم در یخچال باز میکردیم، پیچ چراغ یخچال روشن میشد. وقتی میخواستیم در یخچال ببندیم منتظر بودیم کی این چراغو خاموش میکنه. اونایی که این من بودن دست بزنیم. پس من شاسکول بودم، بحثم خرابه. یخچال که تموم میشد می آمدیم جلو پنکه وا میستادیم میگفتیم پنکه که تموم میشد میرفتیم کنار بخاری وا میستادیم توف مینداختیم میگفت ژیلیز بیلیز. من میرفتم نون میخریدم خبر نداشتم بابا میرفت شلوارش رو بخاری خوش میکرد. من خبر نداشتم نونا رو می آوردم تو خونه میذاشتم روی بخاری. ما تنها نسلی هستیم که نون خوردیم با طعم شلوار. نزدمون خیلی خرابه، یعنی داغونی. دهه 70 ها یه دست بزنم. 80 ها، دهه 90 ها. یا دهه 90 ها با مامان باباتون اومدین دیگه خدا رو شکر. نه مامان بابا رو تنها گذاشتین خونه. آره یا اول فرض. خیلی متشکرم. دهه
90 ها وقتی میخوای یه آهنگ جدیدی که بیاد خدا وکیلی ما دهه 60 ها آهنگایی که میومد یادمون نیست خدا وکیلی، ولی این دهه 90 ها دین امروز یک آهنگ منتشر میشه تا شورشو در نیارن ول نمیکنن. بچه سرش تو گوشیشه، بابای پول نداره، اومده توی خونه، بچه اسکی صدا آهنگه میاد. همتون اوین کلا پی رقصی نره؟ ولادت دیگه، ولادت مذهبیه. مامانه میره در قابلمه رو باز میکنه، هیچی تو قابلمهش نیستش، بچه سرش تو گوشیش این صدا آهنگی میاد. دستا رو بالا. دستا بالا. خانم دست نکنی شاده خانه تا درست بزنه. یه دستی یه چیزی یه سوتی. ماشالله کناریا ببخشید صندلی رسید چشمای ما جا داریم. خیلی متشکرم. میخوام یه هنرمندی رو دعوت کنم که قراره بیاد توی جمع ما و مطمئنم دلتو شاد میکنه، ولی فکر کنم باید به زنگ بزنم آقا ببینم کجاست. الو الو جان، سلام علیکم. سلام. چطوری عزیزم؟ سلامت باشی، به شما ربطی نداره. صدا داره پخش میشه. خود پخش بشه. خیلی خوب. میشه بگی کجایی؟ دشوری. میگم صدا داره پخش میشه. ایمان یعنی هر کار تو دشوری کردم صدا شما؟ نه خدا رو شکر اول کار بود هیچ صدایی نیومد. خداشانه نیم ساعت ما اینجاییم ایمان. بله. کی دشوری های خوبی داره قشنگ، دستام هم زنوزی چونم کیف میکنیم. بابا ول کن، مهمونا نشستن، بزرگتران نشستن، بچه ها نشستن. مهمونا نشستن، من باید برم دشوری. چرا برو دستشویی ولی زشته. سایه 10 دقیقه نیم ساعتی 3-4 ساعتی تو دشوری بشینیم راحت. میشه تمومش کنی بیای؟ چشم. آه خلاص. چی خلاص؟ دشوری خلاص شد. آقا من میگم لفظ دستشویی رو نیار، بچه ها اینجا نشستن، من میگم صحبت تو تموم کن. کی تو دستشویی میخنده؟ میشه بیای؟ باشه بذار بکشم بالا میام. چی رو بکشی بالا؟ معمولا چی بکشم بالا؟ بله. شلوار بکشم بالا. خیلی متشکرم. به افتخار جناب جان عزیزم هست. جناب جان کی؟ اول معرفیش کن ایمان جان. جناب جان کوکای جناب خان جانانه عاشقانه، هر کی جناب جانو دوست داره. میخوام حالا دستا بره بندر دیگه، دستا بندری میاد بالا. یک کلا پی عروسی کلا بره بالا، دستا بالا. یالا نرگیله صدام بالا، نرگیله سیاهه، نرگیله گوشریا، نرگیله سیاهه، عقابه نرگیله جواب سیاهه، عقابه نرگیله سیاهه، عقابه نرگیله جناب جان نرگیله سیاهه، نرگیله عقابه نرگیله سیاهه، دستا بالا. میلیون نرگیله. یالا ماشالله. خوشینت نرگیله، اسماعیلی نرگیله سیاهه، نرگیله مجری زیگیله. آقا باشا. به چه آهنگه با قطع کردی؟ چرا همه نارگیل من زیگیل؟ زنگ بزنون به چهار گلشهر بیان برات. به چهار گلشهر من تو میشناسی؟ رفیق دارم ایمان. کیه ببخش؟ رفیق دارم. حالا بعدم بهت میگم دیگه ایمان. وقتی نگاه کن جنازت از اینجا بردم بیرون میفهمی که
یه کاری میکنم سینه خیز بری. برو بابا. یه بار دیگه آهنگ مقعد که روی جلو شادی مردم رو بگیری میام برات. بله بیخیال. خیلی متشکرم. یه بلش به سلام علیکم کنه اصحاب هم دیگه. مهمونای عزیز سلام. وی آقا یه بوی بندری با هم بکشیم. وی چاقله ها. آقا واسه جواب سلامو نمیدن. عمرو به چی جواب بده؟ ایمان چمه قلگی. به چاقله ها. ماشاءالله یه دست خوشگه برای خودت بزن. همین اول کار یه دست خوشگل به افتخار مجری توانمند جناب آقای غریب. هر چقدر از اجراش لذت بردید است. به به. دم بچه های اتاق فرمان که دونه دونش ایمان رفیقا من ایمان. بله. ماشاءالله این دوربین کرینه که ماهاش بسته ایمان دوم اسبی چه حال کرد. ای قربونش برام حاج آقای پاکبانه زحمت کش. بله. تو رو خدا خواهشن آشغالات رو یه پلاستیک بگیرین دستتون بریزین تو پلاستیکه بره همه پاکبانا گروه تامین همه دست یه دست جانانه بزنیم. دختر داری؟ ایمان همین الان بی زحمت اقدر دیگه اختیار داریم ما دیگه. خب بله. آقای پاکبانی که ایبان ایمان بله. این چجوری از زیرم سری رفت بگذارم. ماشاءالله مثل کرم خاکی رفت از ایمان بی زحمت بیارش بالا یه جایزه بهش بده قربون. بله با افتخار. آقا یه افتخار. دختر داری؟ امشب قراره بیاره. آقا قراره بیاره کارهای اداریش میخواد انجام بده ایمان. یه هدیه بهتون بده. بفرمایید. بله با آقا خواهشاً فرهنگ سازی کنین. آشغالا رو نریزین. همه زحمت کشا یه هدیه بدین آقا. یه هدیه برای دخترشون. بدونین که جناب جان حواسش به همه چی هست. بله. برام اجتماعی. جناب مسئولی جایزه بدین که در شأن حاج آقا باشه. بله. حاج آقایی توی نگاه نکن شلوارو میفته قربونت برم. حاج آقا که بچهش از راه رسیدگی بلیت رایگان استخر و بلیت رایگان ایمان پول بهش بدین ایمان. این پول هم هست. پول هم هست؟ آره یعنی میتونه هم بلیت رایگان استخره. بابا پولاش ایمان. بله این تقدیم شما. چرا الان کوچولو ایمان؟ انشالله با اشکالون برین استخر. نه اشتباه شد. آجا خوب هستی؟ خیلی متشکرم. آقا بهر تشکر از همه عزیزانی که دارن خدمت میکنن ولی خیانت نمیکنن. سلامتی او عزیزی که حیا داره ولی دنبال ریا نیست. سلامتی او عزیزی که دعا داره در حق مردمش ولی هیچ ادعایی نداره. شما ربطی نداره. سلامتی او عزیزی که نیایش داره در حق مردمش ولی دنبال نمایش نیست. نمار شهدا بود قربونه. شهید زنده اینجاست. بله خب داشتیم میگم. سلامتی همه عزیزانی که برای لبخند دل مردمشون دارن تلاش میکنن حتی روی این صحنه. این واقعا کف نداشت. یه کف مرتب. به به. خیلی متشکرم.